درود به همگی، روز بخیر. امروز دارم میرم پاریس. گفتم که با همدیگه آماده شیم، با همدیگه بریم و کلا 2 روز قرار پاریس بمونم. بریم ببینیم چطور میگذره این 2 روز با همدیگه. دیروز وقت چشم پزشکی داشتم، قطره ریختم تو چشمم و هنوز خوب نمیبینم و هم یکم چشممو جمع میکنم و امیدوارم بهتر بشه، چون الان باید برم سر کار و اگه نتونم خوب ببینم شدنی نیست. پس let's go à Paris. و دیروز که وقت دکتر داشتم باید 2 تا قطره باید میریختم 1 ساعت قبل و 50 دقیقه قبل، به خاطر که دکتر بهم گفت که به چشمت خیلی فشار میاری و نمیتونیم شماره دقیق چشمتو پیدا کنیم. برای همین قطره ها رو ریخت که دیگه اصلا نتونم فشار بیارم به چشمام. قطره ها رو خودم باید میریختم 1 ساعت قبل و 50 دقیقه قبل و میرفتم. 1 ساعت قبل که ریختم، قبل از ساعتی که بهم دکتر وقت داده بود، یعنی وقت گرفته بودم در واقع، 1 ساعت رو که ریختم گفتم که خب برم به سمت مترو. یه 10 دقیقه تو راه بودم، تو راه هم تا برسم به مترو. بعد که میرسم به مترو دیگه سوار مترو میشم و دومی هم میریزم و دیگه از اون ور میدونم باید چه کار کنم. رو گوگل زده بودم بعد کدوم مسیر رو برم. سوار مترو هم شدم. بعد اعلام کردن که یه بسته مشکوک پیدا شده و مترو حرکت نمیکنه الان، چون پلیس اومده بود تا ببینه که این بسته چیه و اینا. هیچی. خلاصه که دیگه هم نمیدیدم، مجبور بودم یه مسیری رو برم که هیچ وقتم نرفته بودم. حالا سرچ کن اتوبوس کجا میره، چون فقط بعد اتوبوس میگرفتم. 2 تا اتوبوس بعد عوض میکردم و آفتابی بود که نگو، یعنی اصلا نمیدیدم جلومو. خیلی اذیتم کرد آفتابه دیگه. هیچی. خلاصه آخر به هر سختی که بود رفتم خودم رسوندم و شماره چشمم بیشتر شده متاسفانه. یه ذرم براش ناراحتم. خب کاش ممکنه امروز اگر برسم بعد از سر کار برم سری نسخه‌مو بدم، قبل از که بیام خونه وسایلم جمع کنم برم سری نسخه‌مو بدم که برام آمادهش کنن تو این فاصله که نیستم. خب رسیدم سر کار. همیشه یه سری خونده کاری دارم اول انجام بدم، چون من زودتر از همه میرسم. بعد بقیه میان. بشید اینجا پوتتر من یکم کار دارم. الان تو آرامش قبل از طوفانی یه قهوه بر خودم می‌ریزم. بهتون بگم که من توی یک اسوسیاسیون کار میکنم، توی مؤسسه کار میکنم که کلاس زبان برگزار میکنه و برای دانشجوها و اونایی که درخواست پناهندگی دادن. حالا امروز که من نمیبینم اینجا به قول شیرازی‌ها چهارای زنده، اینقدر شلوغه که خدا میدونه. خب من برگشتم دقیقا ساعت 1 و من فکر کردم یه پیتزا گرفتم و بدی به قول فرانسویا ویت فر بذارم توی مایکروویو و کارهای دیگه هم درستم. خیلی کار دارم و چون عادت دارم که زودتر از موعد برسم، مثلا که قطار دیگه میره دیگه، منتظر من که میشه. خلاصه که بریم نهار ویت فر بخوریم و وسایل رو جمع کنیم. خب آماده شدم، موهامم صاف کردم، ولی دیگه به آرایش نرسیدم. حالا اشکال نداره. الان چون که استادم بهتون بگم چرا دارم میرم پاریس. دارم میرم استاد دکترامو ببینم برای اولین بار. فردا 9:30 صبح جلوی موزه لوور با هم قرار داریم و نمیتونم بگم که چند ساله که منتظر همچین لحظه‌ایم و خیلی براش هیجان دارم. حالا میخوام برم نزدیک ایستگاه قطار یه مغازه ایرانی هست، میخوام برم یه شیرینی ایرانی پیدا کنم، چون که استادم فارسی حرف میزنه ولی ایرانی نیست
حالا بریم ببینیم چی میشه. دنبال یه شیرینی. درود. یکی از دوستای ایرانیمو دیدم، خیلی جالب بود چون صبح هم دیگر دیده بودیم. جایی که من کار میکنم میاد کلاس زبان. دوباره الانم توی این فروشگاه هم دیگر دیدیم و یه جعبه باقلوا گرفتم. به نظرم که خوبه دیگه. مال قطارم 7804. حالا بریم ببینیم باز شده یا نشده. هنوز باز نشده. این آخریه. بقیه آوریم. شدم یه نفر اشتباه صندلی نشسته بود ازشم خواستم بلند شه دیگه سپختی. هلو پری. خب باید برم مترو 14 رو بگیرم. بعد از مترو 12 باید مترو 4 بعد از مترو 14 بعد مترو 12 رو میگرفتم. خودش بین این دوتا مترو افتامی سرویسی رو یعنی همش پله. نمیدونم اگه یکی نتونه با چی کار کنه. رسیدم بالاخره به سرویس. اون سرویسی که رفتم برسم به مترو برای یه ایستگاه بود. ایستگاه کوتاه نه ایستگاه بلند. جایی که رزرو کردم یکم اول ببینید چقدر باحاله. برای یه شب یه تخت توی یه خوابگاه اجاره کردم 35 یورو. نه بیشتر میتونستم پول بدم که بخوام برم هتل و نه اینکه به نظرم ارزش داشت چون فقط می‌خوام برم بخوابم صبح بلندشم برگردم در همین حد. و الان دارم دنبال یه رستورانی یه جایی میگردم که برم غذا بخورم چون خیلی گرسنه‌ام. بیام رستوران ژاپنی از اون بوفه‌هایی که هر چی می‌خوای سفارش بدی یه لیست بهت میدم هر چی می‌خوای انتخاب کنی برات میارم. الان باید برم انتخاب کنم چی می‌خوام بخورم. خیلی جلبک دوست ندارم ولی این سوپ خوشمزه است. جاتون سبز فن میگو هم برای هم بیشتر چیزایی که سفارش دادم میگوه و اینم نمز میگوه. چیزی که من اولین بار میخوام امتحان کنم این ماهی تونه. نمیدونم اصلا چیه. این که با فرمژ گوشت بوف میشه گفت فکر کنم دیگه با پنیر. اینم که پیاز حلقه‌ای و میگو سوخاری و اینم که بهتون گفتم جای همه تو سبز. دو سری قارچ گرفتم و همون گوشت پنیریه و بازم دو سبز. چیزی که گفتم بهشون گفتم یه دونه برام بیارم فقط گفت نمیتونیم. یه پنیر توشه ولی اصلا نمیدونم چیه. تو سبز از رستوران اومدم بیرون. سرد شده یک کم. خب من چیز زیادی که با خودم نیاوردم چون فقط با یه کولی اومدم و میدونستم که همش باید تو راه باشم. چیز زیادی نیاوردم برای همین الان یکم سردمه.
از اینجا تا اون اتاقی که تخت در واقع تخت جایی که رزرو کردم 18 دقیقه پیاده روی داره. بزن بریم برسیم. شب خوب نخوابیدم، امروزم همش بودو هم. احتیاج دارم که واقعا یکم استراحت کنم قبل از اینکه فردا یه روز طوفانی در پیشه. ماچ بهتون. اتاق بهتون بدم. از اتاق که وارد میشیم 2 تا lavabo اینجاه و یه سری تخت که حالا من وقتی اومدم اینجا هیچ کس نبودن، حوله گذاشت. یعنی زندگی که من تحملشو ندارم. من اینجا تختو برداشتم، اینم بیرونه.